جناب با معذرت احترام شما محفوظ باشه از قرآن شریف. من قطعا در این گپ راضی نیستم. من رفتم جناب معذرت من خواهش میکنم شما باید که یک بار نیست جناب، چندین بار است که خودتم تخریب کردی. ایشان هم شما رو تخریب کرده دیگه. نمیفهمم مسائل کاری را، نمیفهمم مشکل داره، باز اونو کارهای خراب خود سر من میندازه. صاحب شما چی گفتنی دارین در مقابل از این؟ جناب شما خب بزرگوار هستین، من خود از گفت شما کردم که آمدم تو اینجا. بله. اگرچه ما گپ زدنم کردی تو اشخاص هیچ نمیه. خیلی بنابراین در وقتی که شما نبودین محیط زیست بسیار منظم کرده بودم، ساختارایش با اهالی کار میکردم و این میکردم. یگان امرای خلاف قانون نمیداد، می آوردن به نام از این که درباره تذکره زیاد کار میکرد. خیلی اموترم میکرد. بله جناب ای از روزی که امی جناب شما آوردن زحمت دادن امیجا مردم شاهد است که چی کار کرده. خب بر صورتش من دیگه خواهش میکنم از شما که دیگه این گپای زیاد تو کمه نزنین، به خاطر از اینکه میمونای عزیز خودم دعوت کردیم، به مو خاطر ما صاحب کمره های تلویزیون نخواستیم، به خاطر از اینکه نگوین صاحب دیدین صاحب که رسانه ها صاحب یک گپ صاحب این گپ جور میکنه از یک نقطه صاحب از فیل قیل جور میکنه. بله این تو گفا بخاری را نجاری جور میکنه. بخاری را نجاریه گفتی از این آدم نجاری. با او خاطر دیگه با حضور شما دوستا ما آمدیم صاحب که اینمی دوتا را صاحب قرآن شریف آوردیم، قسم به تو میشانه که دیگه بعد از این هر دو با هم یک جای کار میکنه، کدورت ها و نابسامانی ها و سوی تفاهمات از هم او طرف میکنن دیگه، با ما یک جای کار میکنه تا ما بتونیم این مملکت آباد بسازیم. بیاین سر دستایتان بتین بارن سر قرآن شریف و قسم جناب استاد مرم گری استاد برای زمین باره خواستم کاری ضروری برای کاری ضروری همی بود. این سر ما ما 10 بجه آمده میده 2:30 بجهش دیگه ما کلمه که چاشتم نان میتم آره دیگه این خبر ندارم سر در خانه هم این مشکل پیدا شد و ما شما رو میخوایم مرگاش که ختم قرآن ایلا کردم ما آمدیم اینجا که وزر یک نان مکلف میته برای ما خبر ندارم که حالا برای چی ما رو خواسته وانا قسم میته مردم یک قرآن هم پیش گفتم نه دست شام سر قرآن ولی پسپسش راغال مانده. ما سب بانن شما سب قسم یاد بکنین که با هم یک جای کار بکنین به خاطر محیطان آلوده از دودی غلیظ هیروئین و سیگرت و اعتران نباشه. محتران خیر است که دود کنه. صاحبی خاکباتم که میشه صاحب خیر است شهرداری رو میگم دگان جارو نکنه به خاطر ازی که ای تو رو گفتن هم میتونی جناب تو زیر دست زوستی جناب کی؟ خودت رای گفاره نزن دیگه جناب میبینی که داری ما پسش میکنم میبینی که داری ما را چقدر ضعیف جلوه میده. نه خوب گفا خلاص شد دیگه نه دیگه حال دیگه پیادری یکی از گفته های از امی بود که من برات گفتم ما شما زیر اثر از اوزی این گفته جناب قسم خوردن سگنه ایوال مکردید کار داشت ما یک احکام نشته میکنم مرا بگه زیر اثر از اوزی واش مکردیتان کار داره ما باز زیر اثر نشان میتونم شما را خیر باشه. خب قسم یاد کنین که دیگه کار میکنیم. ما قسم میخورم که ما دیگه کار میکنیم. مقصد یه آدم در امورات ما مداخله نکنه. یکی امرای غیر قانونی نتبری مردم سر تا که میتونیم در صفایی و پاککاری محیط زیست خود ما کار بکنیم. شما ما هم قسم میخورم که در امورات ما این مداخله نکنه دیگه. ما هیچ مداخله ندارم و یک موضوع دیگره خیر از سور پروا ندارم. ما شما را خیر است که در شعبات خود هرچی کردیم گرچه یک متحد المال آمده که در شعبات رسمی باید سیگرت هم نزنین نسوارم نکشین. فهمیدی؟ حالا جناب همین کار ما شما خودم اتاقمش دیار چرا آمد دادی؟ خب اینطور است که ما که زمین مردم گفتیم که یا شاید باشه که سبا صاحب گریبانگیری ما نباشه. دفتر خو میشد خو ما از شما اعتبار نداشت. جناب جناب برو خیر شد. اگه زورتون میرسید خب باید یکی ما رو تبدیل میکنین. اینا لازم معلوم بشه که کسی که تو رو مقرر کرده ما رو مقرر کرده. این دیگه چی بالا بده که در وسط ایستاده نزن که مردم خبر نشه. ما میشم. ما بیزم اگه زورم میرسید یکی تو نمیمردم. حالا من بیفهم زورم نمیرسه.
اون اکتور شور خورده است که بخیر که بریم بخیر این دماغ چی؟ دماغ چقدر از قربان تو بره بره دیگه برای ما زنگ منگ دیگه. نزنی ما خودی ما در چی حالت ما به که تو دانه بودم از ما رسه که قربان میشه این دو بریم ما به اساس زنگانه از بیشتر یاد چی حالت بره که بره بره دیگه زنگ من که برای ما نزنه کرد لا کوره کجا میبری وانا رفتم رفتشون مسکی به خاطر چی اولید وانا رفت جناب عالم آشتی ما چی فایده برو سعی شدم یا آشتی شد آشتی شد برو آشتی. پرتین به دست برو دیگه یک یا جوش دیگه تیچه خدا پندان دی سر ما برو دیگه دیگه چند پول زره تنا خورد از ما شما خو کاری بیادری زد تنا خورد با ما یکی را گرفتیم فرد دونه دونه زو توتی اجور کرده و کلا که موین صاحب خورد بس که دیگه علی آشتی که بعد دیگه خلاص شد دیگه اینا کم من نمیفهمم که می واقعیت ها برملا شده میره که من هیچ خبر ندارم که چند پروژه خیر ببینید جناب خبر نداری؟ او شاوده بوده که بچه دیگه یک کک میزد یک ذره او خوبرش میبردی گفت باز گوشنگی کک میزد او جناب هم گوش نستن و این از 10 بجه آمده ما و شما در کجا بدیم از تپه میامده جناب جالب چیز که یک ازو نفهمید خیالش کدام جلسه کاری است خب گمش کن بعد از این کارا تیر میشیم خب اون یک تعداد مردم مانده دیگه که رفت چی کنیم میشه خب همین حضور همین مردم صاحب یک عکس یادگاری هم میگیریم که ما شما بخیر دیگه سرزمین موضوع محیط زیست و محیط زیست کنیم صحیح بیا یک عکس یادگاری میگیریم ما تلفن میگیرم خیلی باز روی او سکر جناب دستش هم جنب بچه خود تو چقدر اصرا یعنی تو ما رو مجبور میسازی که ما تنها کدزی بگیریم پیسه را گرفتن نمیتونی یک سگی بگیری چی؟ عکس میگیریم صاحب یک دو سه